سلام دوستان، خوش آمده به کانال کد. خوش آمدید برای یک درس دیگری از CSS. در این درس ما میخواستیم با شما استفاده بردن کامنتاریا رو در CSS بیاموزانیم و با شما نگاه کرده بودیم که در HTML چه خیلی ما کامنتاریا دا باید میکنیم و حاضر میبینیم که در CSS چه خیلی چیزها کامنتاریا را دا باید میکنیم. و در اینجا کمتر استیلی را که در درس پیش با شما کرده بودین حلش کردم، رنگاشون دادم. ایرا تکست لنش های سرشوی، ایرا های بین و ایرا های آخر گذاشتگیم. هیچ چیز دیگه تغییرات نیسته. شما میتونید کدشم در اینجا نگاه کنید. و اگر که ما خواهم که در اینجا کامنتاری مونم که استیل ها چیه برای پاراگرافی یگن چه خیلی مهم کار کردن میتونیم. برای پاراگراف گذاشتن در CSS ما نیاز داریم که سلش بگذاریم و ضربه بگذاریم، زیادشکر یعنی بگذاریم، با زیادشکر بگذاریم و چی محکم کنیم. چیزی را که در بین همه دیتا چیزا ما می نویسیم همه یا کامنتاری وارد چی حساب کرده می شود و با ما نشان نمیده، چون یکم تغییرات استیل یکم چیزی جدید چی پرابلم نمی شود. و مثلا میگیم که استیل های پاراگرافی یک. از برگردیم چقدر شما دستین یکم اشیب کردم بمونه دسته و همه چی خوب کار کیسه. این کدام حالت برای شما شاید لازم شود وقتی که شما یکم CSS بسیار بد نوشتگین فایلتون ده و میخواین که بدونید که کدام قسمی کد در چی الیمنت شما داخل داره. برای همون چیکار کرده میتونین کامنتر بگذارین که همه قسمی کدتون چی داخل داره با این الیمنتی پاراگراف الیمنتی HTML تون. یعنی که در نجام میگذارم که برای پاراگرافی ده نجا در میگذارم پاراگرافی 3. اگر من بعد بخوام که بیام یکم چی در پاراگرافی ده من علاوه کنم که علش کنم یکم چی چیکار کردم میتونم میام سرازو هم کامنتر از چشم من سرازو میتونم و میبینم و میام در اینجا یکم چیز چیکار میکنم دباید میکنم، یکم رزمرش سرازو خورد میکنم و همین به درس امروزینه ما امیدوارم که به شما فهم آید. تا درس دیگر خدا نگهدار.